پس کجا؟ دارم میروم پیش کت خدا. اون چیه دستت؟ لیست اسامی کارچاکنهایم میباشندی. دیگه چی؟ گلوشو ما پاره کردیم، یقشو ما جرد دادیم، لیستو تو داری میبری؟ پس چی کار همی بکنم؟ اینو بگیر. لیست کارچاکنهایت این باید باشد. پس اونها چیه دستت؟ اینها لیست کارچاکنهایم میباشندی. تو مگر قرار نبود که راه ریس را ادامه همی بدهی؟ چرا؟ پس بی خود میکنی برای خودت لیست در میآوری؟ بیا، لیست همان لیست ریس میباشد. این را ببر. ای بابا جل مسخره بازی در نیاور. از سایه بیا بیرون ببینم چه کار داری. فکر نکن برای خودت خری شده ای. من مثل سایه همه جا می آیم، دست از پا خطا کنی سایه‌ات را با تیر میزنم. حوصله ندارم، دیرم شده. قضیه را کش نده، لیست را بده ما برویم دنبال کارمان. عجب گیری کرده ایم. هر کس ما را میبیند یک لیستی از عمو و خاله و پسر خاله و پسر دایی و نوه نتیجهش همین میدهد. همه کد در بیارها و گلو پاره کنها، همه رقباچان هایی که در آفتاب هستند چان هایی که در سایه همین میباشندی. عجب فضاعتی شده. بروم پیش کت خدا مشکل را همی بگویم. پس کجایی؟ نکند راستی در ما زوب شده ای؟ کت خدا مرا تنظیف همی نمایید. آفتابه کت خدایی را بدهید که بروم جای ریس همی بنشینم. اول بگو اینها چیست که بار زده ای؟ اینها لیست کارچاکنهایم می باشندی. بی خود. خدا اوس، لیست فقط یکی، آن هم لیست کت خدا. فهمیدی یا نه؟ آری. حالا بشین ادامه کلاس جانشینی ریس را برایت همی بگذارم. ای وای، دوباره کلاس. بیچاره شدم، دیوانه دارم میشوم. آی تازه اولشه. سامانه کت خدایی بد جوری جر و واجر همی خواهد شوندی.